سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز جمعه 29 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه سیل خرابی آور در 8 راه و پل‌ها و مالکیت مردم را نابود کرد. امریکا میگوید به اعلان جبهه نصرت درباره جدا شدنش از القاعده شبهه دارد. ایالات متحده آمریکا مشخص کرده است که رهبران جبهه نصرت همچنان نیت دارند در غرب و علیه غرب حمله انجام دهند. افزایش طلبات داخلی و توجه سیاحان به طاقی‌های وخانی طاقی‌دوزی را در بدخشان رواج داده است. مهنتش یعنی که صفتش چقدر بلند باشد نرخش هم قدر بلندتر است. تفصیلی خبرها. در شمال تاجیکستان کارها برای برطرف سازی عاقبت‌های سیل خرابی آور ادامه دارد که چندین خانه را شست و مالکیت مردم را نابود کرد. سیل روز 28 ایول در جماعت پانغاز 8 چند پل ماشین گذر 15 کیلومتر راه را خراب کرد. ده ها خانه در جماعت آسیب دیدند و کشتزار و مزرعه‌های مردم زیر آب و گل مانده نابود شد. ویدیویی را که می‌بینید ساکنان جماعت برداشته و در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند. با گفته مقامات در روستاهای کولی خواجه و مولامیر در ناحیه 8 سیل ده سر از گاو و گوسفندی مردم را نیز برد و هلاک کرد. تا کنون 30,000 نفر ساکن جماعت نیروی برق ندارند. مقامات خساراتی رسیده به اقتصاد ناحیه را حساب می‌کنند. مقامات تاجیکستان گفتند در واقع دو افسر بلند رتبه کمیته امنیت برای سوء استفاده از مقام دستگیر شدند. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد در نشست خبری در دوشنبه گفتند گزارش‌ها درباره بازداشت دو کارمند کمیته واقعیت دارند ولی به دلیل مخفی بودن پروندهشان نامناسب ماموران بازداشت شده را آشکار نمی‌کنند. هفته پیش گزارش شد که دو افسر بلند رتبه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند. در نشست خبری آژانس مبارزه با کروپسیا در روز 29 ایول همچنین گفتند تحقیق درباره مالکیت محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی ادامه دارد و ممکن است مالکیت او را به نفع دولت مصادره کنند. وزیر مالیه تاجیکستان اعتراف کرد تاثیر بحران به اقتصاد عمیق‌تر رفته است و جمع‌آوری مبلغ برای بودجه مشکل می شود. از این سبب وزارت خرید ماشین و ساختمان بنا برای مؤسسات دولتی را کم کرده است تا 450 میلیون سامانی صرفه‌جویی شود. این زمان در بعضی از ناحیه‌های تاجیکستان آموزگاران یا طبیبان مزد کارشان را سری وقت نمی‌گیرند. خورشیدی همدم خبرنگار ما در نشست خبری وزیر مالیه در دوشنبه بود و از آنجا گزارش می‌دهد. ادامه بحران سیاسی و اقتصادی و مالی در کشورهای شریک تجارتی تاجیکستان با اقتصاد این کشور به خصوص نشان دهنده های مکرو اقتصادی و درآمد بودجه تاجیکستان تأثیر عمیق خود را رسانیده است. این نقطه ضمن نشست مطبوعاتی عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان بیان گردید. اجرایش نقشه درآمد بودجه در 6 ماه اول سال جاری 95.9% یا مبلغ 3.3 میلیارد سامانی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 164.5 میلیون سامانی کم می باشد. تناسب بین صادرات و واردات منفی بوده، فرقیت یا 1 میلیارد 6.4 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که به 54.7% حجم گردش سودای خارجی برابر می‌گردیده است. تامین نگردیدن اجرایش درآمد بودجه تاجیکستان در 6 ماهه سال جاری در حالی است که خود وزیر مالیه تاجیکستان میگوید که در این مدت مبلغ‌های غیر مقصدناک آشکار شدند. با گفته وی در 6 ماهه اول سال جاری مبلغ‌های غیر مقصدناک استفاده شده حدود 500 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد که از جانب خود اودیت داخلی وزارت و دیگر نیازهای بازرسی و سنجشی و تفتیشاتی در این رابطه آشکار گردیدند. ما همین برنامه را کوشش کرده هستیم که تا با آخر همین سال با آخر از این همین کمبودیایی که جای داشتن این برنامه میتواند که امیر محافظت کند و مبلغ‌هایی که غیر قانونی استفاده برده میشود نهایت خیلی کم کرده شود. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان ضمن این نشست مطبوعاتی
گفت که برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در سال 2017 مبلغ 1 میلیارد و 380 میلیون سامانی از بودجه جدا کرده می شود. این هم در حالی که مدت 3 سال اخیر از بودجه تاجیکستان سالانه مبلغ حدود 2 میلیارد سامانی جدا می شد. خورشید همدم، امرالدین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه. یک دیپلمات بلندپایه امریکا گفت هفته آینده با وزیران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همکاری‌های منطقوی را بررسی می‌کنند. دانیل روزنبلوم دستیار وزیر امور خارجه امریکا گفت که وزیران امور خارجه تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان در شهر واشنگتن راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیت در منطقه را بررسی خواهند کرد. دانیل روزنبلوم در این باره ضمن صحبت آنلاین با خبرنگاران در روز 28 ایول سخن گفت و همچنین افزود تاجیکستان ضمن مبارزه با تروریسم نباید به سرکوب مخالفان راه بدهد. نشست وزیران کشورهای آسیای مرکزی و امریکا در چارچوب گروه 5+1 صورت می‌گیرد که این گروه سال گذشته تأسیس شد. و مقامات امریکا گفتند به اعلان یک گروه افراطی و خشین سوریه که به ضد حکومت بشار اسد می جنگد شبهه دارند. جبهه نصره که شاخه القاعده به حساب می رفت از این پیشتر تغییر نام کرد و گفت دیگر با القاعده همکاری نمی کند. همکارم خیرمان بقازاده گزارش می دهد. کاخ سفید روز پنجشنبه گفت با اعلان رهبران جبهه نصره یک سازمان تندرو در سوریه شبهه دارد که گفته است از سازمان القاعده جدا شده است. مقامات امریکا همچنین گفتند که جبهه نصره قصد دارد در آینده به کشورهای غربی حمله ها انجام دهد. این گروه تندرو در سوریه روز پنجشنبه گفت که نامش را عوض میکند تا به قول رهبر گروه بهانه کشورهای غربی برای حمله به سوریگی ها را از بین برد. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز 28 ایول در واشنگتن به خبرنگاران گفت که قدرت جبهه نصره برای حمله در خارج از سوریه زیادتر شده است. ایالات متحده آمریکا مشخص کرده است که رهبران جبهه نصره همچنان نیت دارند در غرب و علیه غرب حمله انجام دهند و نگرانی ها درباره افزایش توانایی جبهه نصره برای انجام عملیات در خارج زیادتر می شود چون ممکن است به آمریکا و اروپا تهدید کند. در نخستین بیانیه ویدیویی محمد الجولانی رهبر جبهه نصره اعلام کرد که نام سازمان را تغییر می دهد و با هیچ گروه خارجی ارتباط نخواهد داشت و گفته وی از این پس جبهه نصره جبهه فتح شام نام می گیرد. محمد جولانی در این نوار می گوید که جدا شدن از القاعده و تغییر نام برای رفع اختلاف با گروه هایی که به ضد بشار اسد می جنگند کمک میکند. امریکا سازمان مذکور را سازمان تروریستی اعلام کرده است و عین زمان با روسیه درباره هماهنگی در مبارزه بر ضد جبهه نصره گفتگو دارد. ایمان الظواهری رهبر سازمان تروریستی القاعده پیشتر از این گفته است که سازمانش آماده است برای ادامه همبستگی خود و جنگ در سوریه ارتباطهایش را فدا کند. محمد جولانی با ظواهری برای بالاتر دانستن منافع مسلمانان و مردم سوریه از منافع سازمانش تشکر کرده است. حالا می رویم به بدخشان تاجیکستان که ولایت همسایش در افغانستان نارام است و گروه تندرو به مثل طالبان به حمله و خرابکاری آنجا ادامه می دهند. شهلای گلخواجه همکار ما از خبرنگاران کمشماری رسانه‌های بین المللی بود که ماه گذشته به خوروغ رفت، به بدخشان رفت و چند گزارش هم آماده کرد و پیش از برنامه صحبتی داشتم با شهلا. شهلا خودت در وخان بودی و از جایی که محلهای مردم کشور همسایه دیده می شود، نارامی در آن طرف تا چه حد به زندگی مردم وخان در بدخشان تاثیر گذاشته است؟ نارامی ها در افغانستان طوری هم شما گفتین اونها در مرز نوبسته در مرز با افغانستان قرار دارند. مردم این منطقه از لحاظ امنیتی به زندگی مردم تا جایی با خود اونها صحبت کردیم و اونها گفتن تاثیر نداشته است، ولی اونها میگویند چون یک خطرهای نزدیک آمدن طالبان به مرز زیاد شد، بازاری که نزدیک مرزی بود و فعالیت میکرد طول چندین سال در ناحیه ایشکوشیم اون بسته شد و این به زندگی اجتماعی مردم تاثیر خودشون رساند که اونها میگفتن این یگانه بازاری بود که اونها امکانی خرید و فروش داشتن و با نرخ ارزان به مردم محصولات خود را پیشنهاد میکردند. و درباره مکانهای دیدنی بدخشان ضمن سفرت گزارش‌های جالبی داشتی درباره چشمه ناصر و هم درباره راه‌های خطرناک بدخشان و میتونی درباره گزارش راجع به تاقی‌های وخانی
صحبت کنی که خریدارش زیاد شده است. بله واقعا طاهر این توقیه وخانی یکی از توقیه هست که بیشتر توجهی هم خارجیان به خود جلب میکنند و اون نفرانی که به بدخشان سفر میکنند و ما هم خواستیم مثلا ببینیم که چی فرق دارد این توقیه از توقیه دیگری که مثلا در دیگر منطقه های کشور دوخته میشوند و ما فهمیدیم که در چند سال اخیر دوختن توقیه وخانی به تدریج احیا میشود، چون این یک منبع درآمدی مردم شده است و آنها با این واسطه توقیه را میدوزند و با اونهایی که خواهشمند هستند اون توقیه را پیشنهاد میکنند. و حالا واقعا چطور این توقیه آماده میشود و چه ویژگی ها دارد این توقیه، خود شما طاهر و اون بیننده های عزیزی آزادی میتونن به واسطه از گزارشی که ما از این جریان تیار کردن توقیه تهیه کردیم تماشا کنیم. پرینه شهبازова ساکن 18 ساله نویه اشکوشیم توقیه وخانی میدوزد. او 5 سال پیش به این کار شروع کرد. آرامش روانی و گلدوزی در توقیه ها و درآمد مالی از فروش آن توجه پرینه را به این هنری پرمشقت جلب نمود. برای بهبودی روزگار یعنی که زندگی خود را پیش بردن ما می توانیم از این هنرها یعنی که استفاده بریم. مشتریان خارجیان بسیارتر از شهرهای دیگر می بیایند به اینجا، آنها بسیارتر یعنی که خریدار هستند. برای همین وابسته بر رنگش، مهنتش یعنی که صفتش چقدر بلند باشد نرخش همان قدر بلندتر است. توقیه های وخانی که با شکل و رنگ و طرز دوخت از دیگر توقیه های منطقه های تاجیکستان فرق می کند، در بازارهای کشور از 150 سومانی و یا $20 به بالا نرخ دارد. برای دوختن توقیه متای مخصوص و رشته های باریک استفاده می شود. وابسته به مرکبی گل ها تهیه توقیه وخانی از 2 تا 3 ماه طول می کشد. چپدوزی است باز نسخه بردار. یعنی چپدوزی نه اینش که در وقتایی دورای شوروی ایره بسیارتر می دوختن. چپدوزی که است این گل ندارد، هم خیلی بیگله که را دوختگیان. نه که آزیر که یعنی باید که طبیعت را و یا تصویر کردگیان یا که گلی همون خالی نه در نظر گرفتگیان یا که گلی همون صدبرگ به اون معقول شده است گفته من باید امیر در توقینم تصویر کنم. توقیه وخانی از 2 قسمت عبارت است: رف و تویسری که در علیحدگی دوخته و سپس چسبانیده می شوند. رنگ‌هایی که در آن استفاده می شود معنی و فلسفه خود را دارند. رنگ‌های سرخ بلند، گلابی، سبز و زرد که خاص این توقیه است، گرمی و روی سرخی و طبیعت همیشه بهار را می‌فهماند. عزیز بگیم قطره وی 56 ساله هنوز از 11 سالگی به دوختن توقیه‌های وخانی شروع کرده و چشمانش را در توقیه دوزی خیره کرده است. از 1 متر متایی که او 20 سومانی می‌خرد 10 توقیه می‌دوزد. طاقت می‌کردیم می‌دوختیم ما مختدیم. ولی مشکل چی اینه؟ این توقیه واریا می‌خریم، رسمونه می‌خریم، این نرخ بلند. این توقیه در واحد پول ملی 20 سومانی تجسم یافته است. تشکر شهلا برای گزارش. و واقعا شغل مردم وخان بغیر از توقیه دوزی باز چه است؟ از کدام حساب باز زندگیشان را پره میکنند پیش میبرند؟ تو جای ما معلومات پیدا کردیم ساکنان اشکوشیم تاجیکستان 31,000 نفر را تشکیل میکند اهالی این ناحیه و 12% آنها در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارند و شغل اساسی این مردم اصلا کشاورزی نام برده می شود و یک عجیبیش این است که در همین ناحیه همگی 300 نفر صاحب کار خود را ثبت نام کرده است که مثلا تجارت دارند و یکی از دیگر بازم تاکید میکنم که به همین خاطر چون وضع زندگی هم به تدریج تغییر می‌یابد مردم با احیای هنرهای ملی هم تلاش میکنند زندگی خودشون رو تا اندازه پیش ببرند. و مقامات رسمی گفتند در تاجیکستان تقریبا همه مردم سواد دارند و احیانا افراد یافت میشوند که خوانده و نوشته نتوانند. در یک نشست خبری در دوشنبه رهبران آژانس آمار تاجیکستان گفتند نفوس شماری سال 2010 نشان داد که 99.8% اهالی سواد داشتند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.